خدمت دین در همین باب ما سخن گفتن می خواهیم. خدمت دین چه معنا دارد؟ چه قسم کنیم که از ما برای دین یک فایده برسد و خدمت دین شود؟ عالم باشید، به سخن خود خدمت دین را کنید، مردم را تعلیم بدهید، حلال حرام را نشان بدهید. اگر عالم نباشید، دولتناک باشید، به دولت خود خدمت دین را کنید. دولت قطع خدمت دین ادا می شود. هم تو دین در راه دین گشتگی ها را یاردم کنید، انا همین هم خدمت دین می شود. آدم هایی هستن این که یعنی ما در فرغانه همه جای به دیده استادیم، 4-5 تا طالب علم را خانهشان به نگاه میکنن، همونها با اوقات میتین، خودش مگزین به کار میکند و لیکن خانهش به مهمان خانهش به 5-6 تا طالب علم را نگاه میدار، همون به جای خواب و همون به اوقات و همون را سرشتهش میکند. انا همین هم خدمت دین است. من اعان لطالب العلم بقلم مکسور وجبت له الجنه. جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند یک طالب علم به یک شکسته قلم را اگر به دستش بدهید که حقیقت بنویس، سبقت حقیقت بنویس، همین هم خدمت دین است. رسول الله وجبت له الجنه می گفت استادم. انا کن شما نه فقط خیال کنید این که مثلا ما مدرس ها هستیم و مثلا درس میگوییم، طالب علم ها با همین ها خدمت دین را میکند خلاص. نه، این تو نه، این خیال باطل است. شما که نان میدهید باید برای طالب علم شکمش سیر میکنید، همون به یک کتابی خریده میتید، همین میخواندگی کتابش او محتاج است، همین هم خدمت دین است. حق تعالی عز اسمه قرآن با یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک و ان لم تفعل فما بلغت رسالته. گفته فرموده است که ای رسول، آن چیزی که ما میگوییم به تو همین را به مردم برسان، یاد بده مردم را. اگر همین کار را نکنی تو وظیفه رسالت را به جا نآوردی، تو این خدمت را تو به جا نآوردی. بگردن پیغمبرها مثلا پروردگار بار کرده مانده است که همین وظیفه را شما بنده های خدا را هدایت کنید و خدا را معرفتش با اونها بیاموزید، خدا را بشناسانید، انا حلال حرام را با اونها بگویید، طریقه هدایت را نشان بدهید. این وظیفه پیغمبران است. اکنون اگر پیغمبرها همین وظیفه را اونها بجا نیارن، از دفتر پیغمبری او را محروم میکنن. خدای تعالی گفته استاد است اگر همین گپا را تو نرسانی به مردم، تو چی کار میکنی؟ این از کار رسالت تو فارغ بودی. اکن ما علماها باشیم، ما مثلا همون پیغمبر را گفتگیشان ما هم همون میگوییم، ما هم همون به مردم میرسانیم. برای همین کس العلماء ورثة الانبیاء گفتن رسول الله صلی الله علیه وسلم، علماء میراثخوری پیغمبر است. از پیغمبر مال ملک نمانده است، همین فقط تبلیغ مانده است، این که همون مردم را هدایت میکند و مردم را کس میداناند، ندانستگی را او را میفهماند، خدا را نشان میتید با او، مثلا او را معرفتناک میکند. انا همین این چنین مرشدها مثلا اهل الله باشند، روحی تربیه میکنن مردم را، اینها هم معرفت الهی را به دل آدم جای میکنن، اینها هم هدایت را نشان میدهند،
خدمت دین را اینها هم به کمال کرده ایستادند. اکنون انا شما بدانید که مثلا هر یک حرکتی که قدمی که برای دین میمانید همون خدمت دین است. او بیکار نمی رود. او را خدای تعالی او را ضایع نمی کند. ان الله لا یضیع اجر المحسنین. احسان میکردگی ها را احسانش خدای تعالی ضایع نمی گذارد، او را اجر می دهد. حتی مثلا شما میپرسیدین که کافرها هم کدام احسانی کند، ایره چی قسم بدل می داده باشد؟ پروردگار گفته بدلتان اگر همین شک بیاد ما با او جواب میگوییم این که کافرها هم نیکی کنن در همین دنیا، با اونها هم نیکی میکنن، اونها هم بسیار کارهای نیک میکنن، لیکن اونها را اجرشان همینجا نقد است، نقد به نقد میگیرن. اونها را خدا ناز نعمت میکرد، به بدلی احسانش به تندرستی میکرد، احوالش نیک میکند، همین دنیا با او نقد به نقد میگیرد، او آخرت به نمیماند. اهل ایمان را نیکیشان هم به این دنیا هم به او دنیا به هم اجر و ثواب میگیرن، او دنیا به خدای تعالی چند برابر کرده میتید اجر او را. اکن ما در باب دین، خدمت دین گفته ایستادیم. شما مثلا یک لقمه نان را برای یک اهل صلاح یا برای همین جمع کردید، همه اهل صلاح را همینجا، شما هم برای همین کردید که در راه خدا من هم یک صرف کنم یک چیزی، همون من از همین تقسیمی که دیگرها میکنن ما هم از همون یگان اولو گرفته باشیم. گفته و انا هم تو نیت ختم میکنید، انا همین اجر مییابید. رسول الله صلی الله علیه وسلم کدام غریبی می آمدن وقتی که جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم طعام می خوردن، همین طعام بسیار کم بود، خودشان جناب بسیار کم طعام می خوردن، همین به یک لقمه را به دست خود می گرفتن، بیا اینجا می بدهن او می برد. همین کسی یک صحابه پرسیدن که یا رسول الله همین هم یگان همون ثوابی داشته بود یک لقمه چی؟ گفتن رسول الله صلی الله علیه وسلم اتقوا النار ولو بشق تمره. از دوزخ خود را خلاص کنید اگرچه یک خرما را نیمش باشد. اینه نیم یک خرما چی می ارزد؟ فهمیدید؟ یک خرما اینه یک غول، اینه همین زردالو، همین نیم همین چی قدر و منزلت دارد، لیکن به اخلاص قطع و به رضای خدا همین را دادید، همین نزد پروردگار بسیار کلان است. نظر ایره حقیر نشمارید، در راه خدا صرف کردگی چیز را حقیر مشمارید. فهمیدید؟ او را کمش هم بسیار است. او را انا کن ما در باب خدمت دین گفته گپ زده استادیم. اکن خدمت دین را راهش بسیار است، طریقش بسیار است. از دست هر کس از دستش می آمدگی را می کند، از دستش نمی آمدگی را هیچ کس او را تکلیف هم نمی کند. لا یکلف الله نفسا الا وسعها. از دستتان یگان کلمه یگان سوره را کدام بچه به یا کدام نادان به آموختن می توانید همین را بیاموزید. انا همین هم خدمت دین است. مثلا کدام مثلا محله تان با بسیار آدم ها بودگی استین که بسیار از مسائل ها بیخبر هستند، طریقه نماز خواندن را کمتر میدانند. شما را خدای تعالی علم همین را داده باشد، شما همون را یاد بتید، همون را طریقه نماز خوانی. انا همین هم خدمت دین است. اکن خدا این کار خدای تعالی هر کسی که رضای خدا با قدم میزند و کار خدا را میکند او را دوست میدارد، او را ضروریاتش خدای تعالی خودش متکفل میشود. او را اکن همه ما هم رضای خدا را میخواهیم، همه ما هم میخواهیم این که خدای تعالی از ما راضی شود. باید که ما همون از دست ما می آمدگی را کنیم در راه الهی. اینه ها بسخن ها به دست کسانی که ما گفتیم که
دست قطع یاردم میکردگی ها کسی ها با رضای الهی ها پایش قطع می دستش قطع می یک جای به میرود. مثلا آدم هایی هستن این که برای کار مردم همین با پای کدام جای به میروند همین کار اجرا شود، گفته قدم میزند. انا همینم برای خدا زندگی قدم است، هر یک قدمش به خدا حسنات و اجر می نویسد. همینم راهی خدا بست این کارها. انا اکن ما الحمدلله من مثلا انا همین جمع آمدیم، انا من حضرت ایشان همینجا هستن، همین صحبت ما مذاکره علم است، مجالس علم است. امید داریم که خدای تعالی خردگی ما را به حساب نمیگیرد، همیشتگی ما با همین کار همون مجلس ما به اجر میگیرد. ما به همون شکر الهی را به جا میاریم این که الحمدلله مجلس ما مجلس فسق و مجلس بیهودگی نه، لهو لعب نه. مثلا ما رضای خدا را گپ زده استادیم، خدمت دین را گپ زده استادیم. البته ان همین اشتگ ما با خدای تعالی اجر میدهد. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند یک نفس که یک ساعت مذاکره علم شود و دین را چه های بیان کرده شود، او از 1000 نفل که از خواندن او ثوابش زیاده تر است. چون که مردم را کسی که نفل خواند خودش میبیند، بهرش ثوابش خودش میبیند، لذاتش باشدن با خودش. لیکن در مذاکره علم همه به این قسم تو هدایت میشود و همه به سبب اجر میشود. انا برای همین مذاکره علم بسیار این کاری بسیار عظیم است. الحمدلله اینا ملا بچه هایی که مثلا در هر جای هستند، در هر صحرا، در هر جای خدای تعالی یک تنیم تا اهل علم را همونجا چی کرده است، انا پیش همونها فایده میگیرن. انا همینجا انا حضرت انا قاری همینجا هستند، انا بچه ها تعلیم میگیرن. چقدر نور او قشلاق با چقدر فیض الهی فتوحات الهی حاصل میشود. آمین. اللهم وفقنا لما تحب و ترضى وجعل آخرتنا خیرا من الأولى. شما گفتید که از این شبیه حضرت جانده اگر بیان خب همینجا بعضی کسان می‌پرسند که مثلا حاضر با مشهور بین ملاحان ده هست که همون میت اگر دم بره همون روزی مردم مقصد خیرات نشه، بعد از 3 روز بشود. گفته هم بعد از 3 روز بدانش مقصد شدنش شب اول با میت قصه خواهی گفته روز اول بشود بهتر نباشه که او 3 روز پس گفته میشن. این تو هست. ما جایهایی دیدیم مثلا انا هندوستان دیدیم کدام مسلمانی بمرد همین قبرستان با بردن بعد همون صاحب میت ولی میت در خانه حلوا میپزاند، در میانه نان میماند، حلوا را در راه قبرستان استاده میشود، یک جای با مانده. هر یک آدمی که از اینجا میگردد همونجا که از غریب غربا با همون بالای نان حلوا هم تو میتیه. همین طریقه صدقات هم تو کرده هم تو میکنن. صدقات را محلش و را معین وقتش هیچ تعیین نشده. صدقات الهی این یک کار نیک است، هر وقت که میکنید اجرش مییابید از خدای تعالی. همون اکن برای آن که او در روزی که میت با خانه میت با هم تو طعام خوری و هم تو چیزها نشود گفته کتاب ها با من میکنن، برای آن که مصیبت خانه با او توینی او مصیبت خانه است، او مصیبت خانه صاحبانش به همون گریه و به همون چیزها با مبتلا هستند. حتی اینکه اوقات خوری بهم دست چیشان نمیرسد، یک چیز پختن بهم چیشان نمیرسد. باید که اهل محله خانهشان با اوقات پزانده برده همونها را تسلی داده بسیار گریه نکن، خود را اوگار نکن، بیا این اوقات را خود گفته. همین سنت رسول الله هم تو است. و اگر صدقات را بگویید که طریقه صدقات نه به طریق ضیافت می شود، طریقه صدقات بسیار بیریا صدقات بسیار است. من غریب و غربا روید اینم تو تقسیم کنید، چیزی که میدادگی باشید همونها با تقسیم کنید. ها روز میتم، ها دیگر روزم، کدام روز معینی ندارد.
هر وقت که کنید شدن میگیرد. فهمیدید؟ او بعد از 3 روز چی میشود گفتگی او تعیین کردگی و مردم خودش که از تعیین میکند، هیچ جای به تعیینش نیه. فهمیدید؟ اگر از صدقه بپرسید هر وقت شدن میگیرد. این فهمیدید؟ انا هم تو هستم. تا دندانش نشکنانید او نمی براد. او عذر است. انم تو بالای او آب برود، اینم تو شستن حکمش دارد. میگرفتگی دندان باشد البته میگیرد و میشوید جایش و اینم طهارت میکند. وقت غسل وقت طهارت با میگیرد و بعد از آن که است میشوید. انا گرفتن نمیشدگی باشد اولی همو انداختگی وقت با شسته ایره طهارت قطعی امور محکم کند. اینم تا آخر که است اینم تو بالایش برود آب، اینم تو کتو حکم شستن دارد. اینا بسیار مثال های بسیاری است که خدای تعالی گفته است ولیس علیکم فی الدین من حرج، در دین اسلام برای شما حرج نیست. یرید الله بكم اليسر ولا یرید بكم العسر، خدا آسانی را بر شما میخواهد سختی را نمیخواهد. انا برای همین حکمتی که مثلا بالای محسی خود محسی میکشیم، انا همین ها که یک شب و یک روز تا همون محسی کشیدن میگیریم حرج میشود. گفته شریعت ما امیره هر وقت کشیدن را لازم نشمرده است. فهمیدید؟ مسافر را سبکی 3 شب و 3 روز محسیش نکشد میشود او. فهمیدید؟ انا همین ها همش برای هم که دین ما آسانی میارد، انا برای همین وابسته است. اکن جایی که ممکن نیست و حرج میشود، انا از بالایش که از آب رود همین قطعی او چه میشود. من در زنها غسل زنها با و یک فیل ذات زفیرتی این بتل اصلها گفته صاحب زفیره بافتگی مویها داشته باشد، از بالایش آب رود زیرش با آب رود، انا منقطع می شود و غسلش تمام می شود. او را کشادن لازم نی، حرج می شود. انا همطور تلاره امام محمد رخصت دادن، لیکن امام اعظم نی گفتن. انا چی ضرورت است نه برای مرد کسی نه. اکن همون این زنها با خدا حلال کرده است. دیگر خیلی اندازن می شود. سوره فاتحه خوندید اون چی میشه؟ همون سجده سهو میکنید نه؟ باشه سجده سهو میکنید؟ نه سندم با نه اول اتحیات اول سجده سهو کردیم بعد از آن دو تحیات خوندن که از سوره فاتحه او هیچ گپی نیست. سجده سهو کردید مقصد امین است که امورا باز بشینیم و قعده و اتحیات بخوانیم. اول که اتحیات ما حساب است، نماز ما تمام شده است. فهمیدید؟ سوره تراشیدگی اللهم اغفر للمحلقین گفته 3 مرتبه گفتن. یک قصر کردگی ها هم گفته یا رسول الله للمقصرین هم بگویید، گفته یک لقمه انداختن. یک مرتبه مقصرین گفتن. باز اینا وقتی که همون جنگ انتو صلح حدیبیه با کافرها برای مکه در آمدن حج کردن که نماندن، قربانی خود را همینجا کرده ذبح کرده همینجا مویسر گراندن. همونجا رسول الله صلی الله علیه وسلم مویسرشان حلق کنانیدن. اکن او را یک مر نه دیگر در حج آمدگی وقت با میکردن، دیگر در حج می آمدگی وقت با حلق میکردن. فهمیدید؟ از همین سبب همون در حج که از حلق کردن را بسیار نقض می دانستن، برای همین 3 مرتبه اللهم اغفر للمحلقین گفتن. فهمیدید؟ بعضی صحابه ها رسول الله با اقتدا کرده حلق کردن، بعضی ها همون نوک ناکشه گرفته ماندن خلاص. انا همین با همون للمحلقین گفتن، با همون قصر کردگی ها گفتن و للمقصرین یا رسول الله گفتن، لقمه کردن. رسول الله گفتن اللهم اغفر للمقصرین.
یکی پرسید 3 مرتبه برای محلقین و دعا کردید و 1 مرتبه برای مقصرین. گفتن محلقین شک نداشتن، اونها اطاعت کردن. مقصرین انم تو ناچاری کردن، اونها انم دلشان به شک پیدا شده، برای همین شده. میبینید همون وقتی که همون صلح حدیبیه شد، اصحاب ها بسیار بعضی ها ملال شدن، از همین صلح نارضا بودن بسیار. برای چی ما برای حج کردن با آمده بودیم، حج نکرده، همینجا قربانی میکنیم؟ گفته حتی رسول الله قربانی کنید گفتن، بعد اطاعت نکردن، غمگین شدن. رسول الله پیش ام سلمه رضی الله تعالی عنها در آمدن غمگین. ام سلمه رضی الله تعالی عنها در مابین زنهای رسول الله بسیار دانا زن بود. از همین سبب رسول الله بعضی مصلحت ها را همراه همین زن میکردن. گفتن یا رسول الله برای چه غمگین هستی؟ گفتی اصحاب را امر میکنم اطاعت نمیکنند، هلاک شد اینها، عذاب میآید. گفتم میترسیم هر امتی که امر نبی را بجا نیارد عذاب میآید به اونها، همین امر ما را بجا نآورده استادن اینها. گفتم بعد حضرت ام سلمه رضی الله تعالی عنها گفتن یا رسول الله اینها را معذور بدارید، یعنی اینها حج میکنیم همین و همین سفر به همین قربانی های خود را به همون مینا بود قربانی میکنیم. گفتم نه، هیچ کدامش میسر نشد. واسه صلح هم به مقصد کافرها با موافق شده. اکنون شما میخواهید که همونها اطاعت کنند، همون برای دو به دست خود قربانی خود را ذبح کردن گیرید، حلق کردن گیرید. شما را که دیدن که خودتان ذبح کردید همیشه یک بار اطاعت میکنه. گفتن بیرون برآمدن و همین قربانی خود را ذبح کردن گرفتن. دیگر اصحاب دیدن این که رسول الله همین قربانی خود را ذبح کرده، استاد تلاطم کرده، همه اشکاز باز ذبح کردن به شروع کردن و انم تو اطاعت کردن. انا همونجا هم که حلق کنید سموی سرطان بگیرید. گفتم بعد خوب گفته بعضی ها همون حلق کردن به درنگ اطاعت کردن، او بعضی ها هم تو نوکش گرفتن ماندو. انا همین ها هم تو اطاعت خوب نکردن. انا برای همین رسول الله صلی الله علیه وسلم 3 مرتبه برای محلقین انا دعا کردن و 1 مرتبه برای مقصرین. همراه رسول الله لاحق میشویم، یعنی عمر ما دراز میگردد و آخر به میموریم و این هم تو رسول الله به لاحق میشویم. که امیر ابو پرسید گفتن یک دیگر چی میکردن؟ خیر پرسیدن. رسول الله گفتن اطول کن یدن، کدامیتان دستتان دراز باشد همون آخر به ما ملحق میشود. بعد برآمدن رسول الله دستهای خود را به دیگر اولچه میکردن این کدام ما دست ما دراز باشد. همین ام سلمه رضی الله تعالی عنها گفتن نه، رسول الله اینه اجازه نکرد. کدامتان صاحب احسان باشید همون گفته اطول کن یدن به معنایش دیگرها به یاردن میکردگی. انا هم که همین اراده را دارم، او دست درازی نیه. حقیقت و همین ام سلمه رضی الله تعالی عنها را ام المساکین میگفتن، بسیار احسانی میکنه. آخری همین زن ماند، عمری دراز بود. دیگر زنها همیشه خوشیده رفت، همین ام سلمه رضی الله تعالی عنها آخر ماند. که این همون روزی که شهید میکردن یزیدی ها کربلا با مدینه به ام سلمه رضی الله تعالی عنها خاک دیدن. میبینن این که جناب رسول الله آمدن، همین موی مبارکشان گردالود، دستها گردالود. ام سلمه رضی الله تعالی عنها یا رسول الله این چی گفتین؟ جناب شما بتون گردالود آمدید. گفتن حاضر دفن حسین به اشتراک کرده بودیم ما میشن. آقای حضرت ام سلمه گفتن امام حسین تمام شده است. از کجا دانستید؟ اهل مدینه با هیچ خبر نی، شما از کجا دانستید؟
گفتن رسول الله گفتن خبردار. خود امو واقعا همون روزم شده بود است. ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله فمن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. صالح شوید و عالم شوید و خاری شوید. خب بسیار کم خواندید ده. اما شرم میگویند اینکه در طلب علم، در طلب قرآن بیشرم باشید. شرم مانع کمالات است. آری شرم کدام جای به محبوب است، کدام جای به شرم خوب است. شرم در معاملات دنیا، نشست و برخاست، ان هم تو گپ زدن، ان هم تو چیزها به شرم بسیار محبوب است. اما طلب علم به شرم که است مذموم است، چون که مانع علم است. انا یک روز هم تو در وقت درس خانی همین بعضی اشتباه ها را میپرسم، میگفتم، شرم میکردم از خازدام را نمیپرسیدم. باز یک روز گفتن برای چی هیچ چیز نمیپرسی، تو بسیار چیز نمیدانی و نمیپرسی؟ گفتم شرم میدارم. گفتن بئس الحیاء فی هذا المقام، بسیار حیا بد است در این مقام. من بعد این تو نکنی، شرم نکرده بپرسی. این مانع کمالات می شود، شرم کردن. اینم تو حق تعالی عز اسمه می گویند لقمان به ما دادیم حکمت، علم حکمت را به او دادیم. همون حضرت لقمان به دادگی حکمت چی بود و خودش است. هر یک چیز را حقیقتش دانستن، همون با موافق عمل کردن، ان همین حکمت بود. میگویند این که وقتی که حضرت لقمان علیه السلام وقتی حضرت داوود علیه السلام بودن و هم عصر بودن، یک روز پیش حضرت داوود علیه السلام که آمدن، اون کس یک چیزی و مشغول بود است. چی میکردن؟ اونها زره میبافتن. زره گفتگی همون کرته را میگویند این که آهنی کرته در وقت جنگ میپوشن، او را شمشیر نمیگذرد، تیر نمیگذرد، او را همون آهن را سیم میکنن و سیم را میبافن. سیم را که بافتن یک کرته میسازن، همون را میپوشن. انا حضرت داوود علیه السلام را کسبشان همین بود. انا خودشان پادشاه بودن و به همین زره بافی قطعی انمی میخوردن. انا پیغمبرها به کسب خود انمی میخوردن. اکنون حضرت لقمان علیه السلام آمده شدن و اون کس همین به مشغول بود. گفتن برادر یگان بار نمیپرسی که چی کرده استادی تو، به چی مشغول هستی؟ نمیپرسی. حضرت لقمان علیه السلام فرمودن این که هر چیزی که خود به خود معلوم میشدگی باشد، او را پیش پرسیدن حکمت نیست. وقتی که ایره تیار کردید ما میدانیم که نه تیار کردید، اکنون دانستیم که کرته جنگی بوده است، نه معلوم شد. اینه پیشتر ایره پرسیده چی میکنید؟ این از حکمت نیست. انا حق تعالی عز اسمه حضرت لقمان علیه السلام به همین علم را داده بودن. هر یک گپشان به حکمت بود است.
هر یک کارشان موافق یعنی حکمت بود است. خدای تعالی میگویند ما به او حکمت را دادیم، باز امر کردیم که انشکر لله، خدا به همیشه شکرگزار شود. گفتم و من یشکر فانما یشکر لنفسه، هر کسی که خدا به شکرگزاری میکند به فایده نفس خود میکند. خدا به شکر او محتاج نه، فایدهش به خودش میرسد. شکرگزاری چه معنا دارد؟ این شما خیال نکنید اینکه شکرگزاری فقط همین الحمدلله گفتن قطعی شکر ادا می شود. نه، این تو خیال نکنید. هر یک اعضایتان شکرش الهیده است. همین گوشتان شکرش همین است که همین گوشتان قطعی قرآن بشنوید، گپ‌های نغز بشنوید، پند و نصیحت را بشنوید، انا گوش را شکرش همین قطعی ادا می شود. چشم را شکرش همین است که نامحرم به نظر نکنید، انا دوستان خدا را نظر کنید، انا هم تو بعضی کارهای نیک به همون چی کنید، انا همین به قرآن نظر کنید، تلاوت کنید، انا همین شکری چشم انا همین قطعی ادا می شود. زبان شکرش آدم ها با پند و نصیحت کنید، به همین زبان قرآن خوانید، خدا را ذکرش کنید، انا شکر زبان به همین ادا می شود. دستتان قطعی یاردم کنید به مردم، انا شکر دست انا همین به خدا همین را داد است برای مردم که از وزمینی مردم را سبک کنید. انا هم تو انا اکن دانستیدیم که هر یک اعضا را شکرش الهیده می باشد، به همون اعضا وابسته می باشد. انا خدای تعالی می گوید به حضرت لقمان ما امر کردیم که شکر کن، خدا به شکر گزار شو. هر کسی که خدا به شکر گزار می شود به فایده نفس خود می کند. اینه و من کفر فإن الله غنی حمید، اگر کفران کند شکر ادا نکند، نعمت الهی را بخورد و شکر او را ادا نکند، انا همین و الله تعالی مثلا از او که فإن الله غنی حمید، الله تعالی از شکر او غنی است، مستغنی است، الله تعالی به او محتاج نیست. این سوره را نامش لقمان سوره، نامش هم سوره لقمان شده. همینجا حضرت لقمان علیه السلام برای پسر خود خوب نصیحت ها همینجا فرمودن. خدا همین حکایه می کند و اذ قال لقمان لابنه و هو یعظه یا بنی لا تشرک بالله ان الشرک لظلم عظیم. فکر کن ای محمد علیه السلام، ای محمد همین یاد کن، فکر کن وقتی که او برای پسر خود گفت، او پند می داد به همین پسر خود با یا بنی ای پسرک من، لا تشرک بالله خدا با شرک نکنی، در عبادت خود دیگر چیز را شریک نکنی با خدا. این شرک لظلم عظیم، چون که شرک یک از حد تجاوز کردن عظیم است، از حد اسلام تجاوز کردن است، ظلم عظیم است. یا بنی اقم الصلاة، نماز را بخوانی، و امر بالمعروف، دیگرها را به نیکی امر کن، و انها عن المنکر، از ناشایسته ها دیگرها را منع کن، واصبر علی ما اصابک، هر چیزی که از طرف پروردگار به تو مصیبتی کلفتی میرسد صبر کن به او. این ذلک لمن عزم الامور، این صبر کردن به مصیبت ها بسیار امر عظیم است و این کار کلان است. صاعر خدک للناس، قاری انم تو هست این طرف، ولا تصعر خدک للناس ولا تمشی فی الارض مرحا، به مردم روی خود را ترش نکنی، خندان باشی، به روی خوش گرزنی. ولا تمشی فی الارض مرحا، در راه رفتن به کبر و به تکبری راه نروی. این هم تو
ان الله لا يحب كل مختال فخور. الله تعالی دوست نمی دارد هر یک متکبری، فخر می کردگی، هم تو کبر کند و هم تو کتگی کند. این خدا دوست نمی دارد. بیمشی که در راه رفتن به همون زیر زمین به نگاه کرده، اینم تو سو التفات نکنی، هم تو روی. وغضض من صوتک، آواز خود را بلند نکن. کوچه ها با وغوغ کرده آدم های او باشور، این هم تو آواز خود را نکشون. این انکر الاصوات لصوت الحمیر، بدترین آواز خر است. این مثل خر ورن انسان باید که هم تو آواز بیهودگی نکند، کوچه ها با پخشگویی نکند، مثل خر ورن هنگس کرده آواز نکند. خدا ای را بد میبینه. همین نصیحت ها را برای پسر خود حضرت لقمان کرده بوده. چه خوب نصیحت ها کرده بوده. بسم الله الرحمن الرحیم. این بحر را یک آینه ای دشتی سراب گیر. این بحر را یک آینه دشتی سراب گیر. گر تشنه ای چو آبیله از خویش آب گیر. این بحر را همین عبارت دنیاست. این دریایی، این که به منزله دنیا، این به منزله دریاست. ایره به منزله دشت سراب گیر. ایره بی حقیقت بگیری. سراب بی حقیقت می باشد. خب این بحر را آینه دشتی یک آینه دشتی سراب گیر. گویا این دشت سراب را نشان میتیدیم. این بحر سیراب میکردگی نه. این دنیا را بحرش که سیراب میکردگی نه، به منزله سراب است. و سراب را نشان میتید. خب گر تشنه ای چو آبیله، اگر تشنه باشی این دنیا را بحرش که از تو را سیراب کردن نمیتواند. از خود چی؟ گر تشنه ای چو آبیله از خویش مانند آبله از خویش آب گیر. از خودت که از سیرابی را از خودت که از طلب کن. اگر تشنه باشی، نه دنیا بس اما سیرابی دنیا را بخواهی. این سیرابی دنیا باز تشنه می کند. این شما را سیراب نمی کند. این سراب است. سیراب می کردگی نه. اکن از خود یعنی چی کنی؟ با خود متوجه باشو. انا هم تو سیرابی را از خود طلب کن. خدای تعالی هنمون یاد خدا با مشغول باش. سیراب می شوم بگویی انا همون سیرابی به همین می شود. بنیاد جسم در گذر سیلی نیستیست. بنیاد جسم، همین جسم ما به منزله همین خانه است. این بنیاد جسم در گذری سیل نیستی را سیلش و راهش و افتاده استیم. این را نیست می شدگی است. این جسم ما فانی می شود و نیست می شود. انم تو بقا ندارد. این خب در راه سیلاب هر خانه ای باشد ویران شده می رود. آخر او را سیل می برد. انا سیل فنایی را می برد این جسم ما را. خب خواهی عمارتش کن و خواهی خراب گیر. این جسم خود را ها عمارت کن و ای را پربه کن، ها خراب گیر. آخر پناه می شدگی این عمارت است. اینا از عمارت کردن ای را باید که ای را خرابتر نگاه بداری. این خوب است. خب گر زندگی همین نظر باز کردن است. گر زندگی همین نظری باز کردن است. رو بر دری عدم زن و چشم به خواب گیر. خب باز بگویید. گر زندگی همین نظر باز کردن است. اگر زندگی همین نظر را کشادن و همون عالم را دیدن همین باشد، این بکار نیستیم.
انا ای از این هیچ فایده نیست. خب رو بر در عدم زن و چشم یعنی بر در عدم زن و ایره چشم خود را بپوش، تا چشم خود را به خواب گیر گفتگی از دنیا چشم خود را بپوش، التفات نکن با او. انا همین خوب است. این تماشا کردن دنیا به تو فایده ندارد. از این کرده به خواب بزنی و چشم خود را بپوشی، این خوب است. بر در عدم زن یعنی ایره که اصلا تو دنیا را به منزله عدم بشماری و چشم خود را بپوشی از این. انم تو این استقامتی که تو بر خویش چیده ای، همین استقامت دنیا که بر خود چیده ای، ما همیشه همینجا میمانم گفته، این همیشه این منزل کنی و انم تو کنی. خب استقامت میکنم بگویی چون اشک بر سر مژه پا در رکاب گیر. مثل اشکی که بر سر میجه خود افتادن است، لب افتادن به استاده است، پا در رکاب گیر. یعنی تو هم رفتن مثل اشک وردن آخر میروی، خود را هم توش بشمار که بعدم رفته استادی. خب بازم میره بخوانید. این استقامتی که تو بر خویش چیده ای، انا این استقامتی که بر خود چیده ای، این حقیقی استقامت نه. اینجا استقامتم نه، این جای استقامتم نیست. این به منزله اشک استاده ای، لب عدم با گویا اینکه بر میجه اشکم تو قطرهشم تو استاده، اما می افتاد و به زمین که است و نیست، نابود می شود. خود را به هم تو شماری. چون اشک بر سر مژه پا در رکاب پا در رکاب بودن رفتن است، نه کنایه از رفتن است. گلچینی خیال ما، گلچینی خیال به امید واگذار. خب میگوید تو همون یک بیت بیدلی دیگر تو یک جای با. خب ادکست این داد بیتمیزی بیدل کجا برد کس این داد بیتمیزی را به کجا شکایت کنیم، به کجا بریم؟ دنیا گذرگهی بود پنداشتم که جاییست. دنیا گذشته میرفتگی راه بود است و ما را جای می شود گفته هم تو خیال کردیم، هم اینجا استقامت میکنیم، هم اینجا جای می شود با ما گفته خیال کردیم. این بیتمیزی را به کجا بریم کنیم؟ حقیقت این دنیا را ما ندانستیم، این جای گذرگاه بود است و ما ایره جای خیال کردیم، جای می شود با ما گفتیم. اینا میره گفته استاد سینکی مثل همون اشک ورن بر سر میجه هم تو جا رفتن به اراده هم تو رفتن دارد، مانند همین است که ما اینجا استقامت نداریم. خب گلچینی خیال به امید واگذار. گلچینی خیال به امید واگذار. خب چون یأس از گدازی دو عالم گلاب گیر. چون یأس از گداز دو عالم گلاب گیر. اولش بگوید گلچینی خیالی تو گلچینی کند ایره به امید واگذار. ایره امید بگذار که امید آدم که از شما وقتی که هم تو فکر کرده همون سر خود را به همون تکیه مانده باشید، خیالتان با این میکنم آن میکنم، پگاه این تو آباد میکنم، این تو فلان میگیرم، اینم تو خیالاتی، اینم تو بسیار لذتناک خیالات میآید، هیچ کدامش حقیقت نداره، هیچ میسر نمیشه بگی چیز است. از خیال آدم هزار رنگ خیال ها میگذرد، هیچ کدامش میسر نمیشود، به همین با او خرسم میشود. اکنون گلچینی خیال گلچینی کردن عبارت از هر چیز را که اصلا تو از هر چیز کم 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 حاصل کرده و خیال کردن، این را به امید واگذار. این امید است، خلاص دیگر میسر نمیشه بگی چیز است. خب اکنون خودت چی کنی؟ خیال را به همین بگذار. خب چون یأس از گداز دو عالم گلاب گیر. تو مثل مانند یأس نومیدی را میگوید.
از همه ناامید شدن است. از دو عالم امید خود را که اصلا بکنی و از او گلابگیر، اینمی گلچینی و خیال را با خود به خیال بگذار. گلاب را تو دو عالم را گداز کن و از او گلاب گیر. خب گلاب گرفتن امین است این که هزمون از دو عالم را امید خود را از او کندی، بسیار با او از او گویا این که حاصل دو عالم را شما حاصل کردید. امید خود را کندن، ناامید شدن. فهمیدید؟ انا عاشقان الهی این عالم و او عالم و جنت را هیچ چیز به نمی شمارن. اینها فقط به خدای تعالی میگوین انا همین کس مثلا رضای پروردگار را میخواهن، خلاص اینه میگوید دو عالم را تو هم تو آب کنو، گداز کنو، از او گلاب حاصل کنی. یعنی مقصد تو به همین حاصل میشود. مقصد به همین حاصل میشود. خب ممنون چرخ سفله شدن سخت خجلت است. انا چرخ سفله، چرخ یعنی این آسمان را به منزله سفله یعنی جاهل قرار میدهند. این ممنون این شدن و احسان و به امیدوار شدن به من این میتید آن میتید. زمان که از دور میخورد و اینم چرخ دور میخورد به ما این میبیارد آن میبیارد گفته. این همین به امون ممنون شدن و به احسان او این سخت خجالت کشه. خجالت میکشی به این نمیتید هیچ چیز را. تا از اثر تهیست دعا مستجاب گیر. انا اکن دعای تو از همین اثر تهی باشد مستجاب. نمورا مستجاب شماری او را. یعنی بالکل مثلا دعا میکند آدم ها این دنیا این باشد، پلان ما به ما میسر شود، فرزند شود، دنیا شود، خانه شود، پلان شود. گفتم تو دعاها همین دعاهای هیچ تأثیری اثری نبخشد. انا دعا را مستجاب گیر. انا مو وقت که از تو مقصدت به میرسی، این دعا خطی تو مقصد به نمیرسی، همین بی اثر باشد، همین هیچ مستجاب نشود. همین دعای تو را دعای خود را مستجاب گیر. انا همین نومیدی از دنیا نومید شدن، هیچ گفتهش حاصل نشدن، این مدعای این هاست. خب در خاک هم زمانه خود بخبر مباش. اگر در خاک روی هم بمری هم از معنی خود بخبر مباش. از هر نشان پا نقط انتخاب گیر. از هر نشان پا نقطی انتخاب گیر. از اونجا یک عبرتی حاصل کن. از هر نقش پای که به همون قدم که به همون بالای خاک که اصلا نقش پا می شود، همون نقش پای هم تو مردم از همون نقش پای مردم که است یک عبرتی برای خود، یک سبقی عبرتی حاصل کن. در خاک هم اولش بگوید در خاک هم زمانه خود بخبر مباش. از معنی خود بخبر مباش. خاک شوی هم زیر قدم مردم شوی، خاک شوی هم از معنی خود بخبر مباش. خب از هر نشانی پا نقطه انتخاب انا که نقطه انتخاب گیر. خب سیلاب خوش عمارت ویرانه میکند. چی؟ سیلاب خوش عمارت ویرانه میکند. سیلاب خوش یا سیلاب خوش عمارتی ویرانه میکند. سیلاب خوش عمارتی ویرانه میکند. خب عمارت را ویرانه میکند. انا ای چشم تر تو هم دل ما را در آب گیر. انا ای چشم تر، انا سیلاب بسیار نغز باشد، همه عمارت ها را همیشه ویران کرده می رود. انا اکن ای چشم تر تو هم سیلاب را بریزان و همه وجود ما را ویران کنه میشه. یعنی گریه قطی اشک بریز و سیلاب کنو، بنیادی عمارت چی ما را ویران کنی.
انا همین به مقصد به ما میرسیم. گلی خونم ها گلی ما را در آب در دل ما را در آب گیر گفتگی مانا وجود ما را در آب گیر. انا من کس نه ای اشک انا هم تو کنیم. خب جز چاک دل نشمینی عنقای عشق نیست. جز چاک دل نشمنی نشیمنی نشیمنی ها عنقای عشق نیست. عنقای عشق نیست. جز چاک دل نشیمن عنقای عشق نیست. عنقای عشق همون چاک دل به خانه می سازد. همون نشیمن او چاک دل است. انا عنقای عشق همونجا متمکن می شود. خب آشیانه می کند. چون صبح ساز کن قفس و آفتاب گیر. انا صبح قفس مثل صبح ورن قفس تا ساز کن و آفتاب را درون قفس بگیری. انا صبح که سنم تو عمر را چی می شود و آفتاب از میانش می برایت کن. گویا آفتاب را در قفس گرفته است. دل هم دل خود را چاک کن تا اینکه عنقای عشق همونجا آشیان کنه. خب عالم تمام خانه ای زین این را میبینید. انا تشبیهی بسیار خوب است. صبح که است شب که است ظلمات شب چاک می شود و از میانه او نورانی صبح می برد. فهمیدید؟ دل هم چاک شود منور می شود. به منزله صبح ورن منور می شود. او عنقای عشق به منزله آفتاب که در صبح در قفس صبح است او درون قفس دل می باشد. عالم تمام خانه ای زین اعتبار کن. یعنی قدم به هر چی گذاری رکاب گیر. عالم تمام خانه ای زین اعتبار کن. عالم را حالش دیده از این به زمین اعتبار بگیری که همین عالم را عبرت از زمین بگیری. او مانند چی؟ عالم تمام خانه ای زین اعتبار. خانه زین امین است این که بالای اسب سوار و بالا می رود. عالم را همیشه بالای زین اعتبار کن که او رفته استاد است به طرف پناه. خب یعنی قدم به هر چی انا یعنی تفسیر میکند. یعنی قدم به هر چی گذاری رکاب گیر. هر چی که قدم به هر چی گذاری رکاب گیر او را. یعنی تو رفتن خیال کن. این رفتن علامتش است. خاموشیت نظر به یقین باز کردن است. اینجا خاموش شوی نظر خود را به یقین باز کردن است. خاموشی همین قدر این تأثیری میرساند این که از این سخن دنیا خاموش شوی و به جای او یاد خدا را کنی. انم تو تأثیری میرساند این که خب خاموشیت نظر به یقین باز کردن. نظر خود را نظر دلت به یقین باز کردن است. خب آینه به ضبط نفس چون حباب گیر. انا ما آینه دل خود را به ضبط نفس خود را به دل خود ضبط کنو مثل حباب نفس خود را درون کشیده است و انم نفس خود را نمی کشد و خاموش است. خاموش انم تو خاموش باش. آینه ای همزه داشت. آینه ای به ضبط نفس چون حباب. انا مثل حباب ورن به ضبط نفس آینه را شکنی. چونکه نفس کشیدن آینه را خیره می سازد. فهمیدین؟ آینه آن وقت روشن است که نفس شما نرسد به او. انا خاموش شوی آینه دل روشنی او به همین وابسته است. قاصد سواد نامه عشاق نیستیست. سواد نامه عشاق که است به معشوق نامه می نویسن. سواد نامه عشاق نیست بودن است و پناه شدن است. همین پیغام اینها همین است. بردار مشتی خاک زیراه جواب گیر. از زیر پا یک مشت خاک را بردارو از زیراه جواب گیر. ایره که سنم جواب انا اولش با گفت که
چی نامه اشاق قاصد سواد نامه عشاق نیستی. نیستی، چون که خاکم نیستی را علامتش است. انا همین جواب نامه انا همین است، خاک شدن است، انا نیستی است. قاصدم تو همون خط میبردگی را قاصد میگویند، فهمیدید؟ خبر میبرد و میبیارد، انا میره قاصد میگویند. خب تمام شد. بیتی جان. از خباثت اعمال زندگی است، خباثت است، فهمیده؟ بی درده یعنی دلش به هیچ گونه درد نیست، اینا فهمید؟ درد عشق نیست. او از خباثت اعمال زندگی، همین اعمال زندگی را خبیث‌ترین همون اعمال زندگی است، بی درد بودن. خب از هر نفس که ناله ندارد حساب گیر. نه، از هر نفس که ناله که ندارد، هر نفس از او حساب گیر که این تو نفس نکشی. ناله نداشتگی نفس بیهوده است تو، فهمیدید؟ نه، از او حساب گیری باید که، یعنی نفس خود را بی ناله نکشی. بی دردی به دلالت میکند. خب از نسیه فیض نقد نبرده نسیه از نسیه فیض نقد نبرده است هیچ کس. از نسیه نقد فیض را هیچ کس نبرده است، چون که نسیه هیچ به دست نمی آید، هیچ چیزی نه. نقدش اینم تو، اما نقدش فیض دارد. خب به دل تو می خور و دل زاهد کباب گیر. به دل تو می خور و دل زاهد کباب گیر. زاهد هم تو شراب هم تو همونجا میخورم گفته چی میکند؟ تو همینجا نقد بخوری، دل زاهد را کباب گیر که او به امید همون شرابی همون جنت من میخورم گفته به امید همون شدن گیرد. این همین ایده شراب عشق میگویدی. ما همین شراب عشق نقد همینجا میخوریم، همین با مست هستیم. زاهد را بگو، ظاهر بگو همون جنت را شرابش با او همون دل خودش کباب کند و همونجا منتظر شود. خب شد. رمضان میشد اینقدر ختمی بسیاری میشد، اکن هر یک مسجد اینم خالی نبود از ختم کلام الله. باز خانه های مردم اهل دولت را خانه هایشان را هم پگاهی میشد. شهری بچه ها همایل هم کردگی هم قرآن هم اینجا انداختگی از این خانهشان به طرف کارخانه روان میشدن. کوچه ها باید بسیار بسیار دیده میشد. می آمدن تا بیگاه همینجا می خواندن، باز خانه هایشان رو می رفتن. و مسافرها همین 20 نفر 30 نفر همین کارخانه با خام میکرد. همینجا جایش هم همینجا بود و سکونتش همین. از دور دور آمدگی ها شب همینجا خام میکردن. یک بیگانی همین کاری دملا یک شیلانی میفتن، یک دیگی کلام با آشی گوجه اینطور جواری کتی آشی گوجه کردن میگرد هم تو بیگانی هم میخوردن. دلیل برای همه ردیم خلیفه یک چند بار به ما خطی هم اومدن اینجا مناظره و مناقشه تری کردن. بعضی خیلی از زیاد بعضی چیزا که خیلی گفتیم ای جنابای شما خیلی دلیل کردیم ای کلانا پیشواها بودن یا دلیل نمیشه، از کتاب شما دلیل بکنه و نقد زنه برای ما گفته حجت میشود. که خیلی ما گفتیم همین کلانا چیزی که جواب زن ما کاردار نیستیم که نه شما
اونا چه خیلی کار دار نیست در بین خلق رو که نمیره میشینه و اونا باید که حق بگه این کارا نادرستن. ای چند دلیل هم کردن. بعد بعضی کتابا را کفت کردیم به قدر طاقت بعضی دلیل ها یافت شد. همون را از جناب شما گفتیم همون دلیل ها را یک بخونیم اونا اگر باشن دلیل بشوند یک سه چار و جناب شو و همون خیلی دعوای حالی گروه که بسیار چی داشتن پیش هر یک کدامی همین گروه که ملاها میرفتن گروه که دلیل میکنن گروه که الزام میکنونن شو و اخیر قائل میکنیم اینها هست اینها طالب حق نیستن همون اینها مفسدین هستن. اگر طالب حق میشدن پیش ما می آمدن اشتباه های خود را می گفتن از ما جوابش می شنیدن. اینها طالب حق نیستن. مقصد همین است یک افساد کردن و اینمی تفرقه انداختن ما بین انم تو اهل علم و انم تو حالشان همین است. اکن اصل اصول اساسی همین است که یک مذهب متقدمین است یک مذهب متأخرین. آری متقدمین زمان متقدمین و از امام اعظم دور امام اعظم و متقدمین میگویند. امام اعظم را ندیدگی علماهایی که پایان آمدن اینها را متأخرین میگویند. وقتی که جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم بودن زمان صحابه بودن انا همین تابعین را زمانشان تبع تابعین را زمانشان این دورها با مردم به شوق ذوق عبادت میکردن. همین تمام عمرشان به عبادت بود و بسیار کار دنیا با کمتر مشغول میشدن. قوت لایموت انا همون قدر بچی میکردن و دیگر زیاده این تو نبود. اونها همون عبادت ها را بیطول میکردن. هر یک عبادت را هیچ چیزی در این باب غرض دنیوی نداشتن. مؤذنم اذان را هم تو حتی اذان گفتن به تلاش میکردن. ثوابش بسیار گفته جنجال میشد. همین قرآن انداخته میشد به نام کسی برآمد همین اذان بگوید هم تو احوال بود. این چنین دیگر کارهای مثلا مرده‌شویی و دیگر همین چیزها همیش به تلاش بود. مردم به این پول نمی گرفتن. همون قبر را میکندگی آدم هم پول نمی گرفت. انا هم تو بود. زمانی آمدیم که اکنون زمان روز به روز آباد شدن گرفت. آدم ها به دنیا زیادتر شغل کردن گرفتن. کار دین یک طرف معطل ماندن گرفت. معطل ماند. کسی مسجد و اذان نمی گفت، امام نمی شد. برای آنکه زندگانی دارم می گفت من چی میکنم اینجا بند شدم مسجد میشینم. اینا ناچار شدن اینکه برای او همون وقت بیت المال بود از بیت المال چیزی مقرر میکردن. اکن شما خیال میکنید که گر ضرورت بود روا باشد بی ضرورت چنین خطا باشد. ضرورت که آمد همه چیز از ضرورات و تبیح المحظورات ممنوع چیزها حرام چیزها هم حلال شده میرود. ضرورت که افتاد هم تو میشود. خب انا ماکن مثال ما به شما گفتم میتیم تا اینکه شما خیال کنید به اونها ختم مقابله کردن. و جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم امت را که هدایت میکردن اینها را هم تو مثلا وظیفه پیغمبری را ادا میکردن. امامتی هم وظیفه جناب رسول الله بود. هیچ کس حضور رسول الله با امام نمی شدن مگر هم این که خودشان امر فرمایند این که تو بزرگ بوه. بعد از آن که جناب رسول الله پس پرده شدن حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه به جای رسول الله شدن امت را تربیت کردن به این وظیفه دار شدن. از همین سبب لقبشان خلیفه رسول الله شد.
جناب حضرت ابوبکر صدیق را لقبشان خلیفه رسول الله، یعنی کار رسول الله را پیش میبرند. اکن اون کس با انم کم و بیش باپندگی و مشغول می شدن، یک کرباسی می بافتن و انم کس بازار ببردن می پروختن، زندگانی می کردن. همین وقتی که خلیفه شدن حضرت عمر رضی الله تعالی عنه کو دیدن اینکه همین کرباس را در بغل بازار رفته استادن، خپیدن، گفتن یا خلیفه رسول الله کجا می روید شما؟ هم من بازار به می روم. چی می کنید؟ همین کاری، همین زندگانی؟ نه، اکنون شما خلیفه رسول الله به کار امت شما مشغول می شوید. اکنون مردم پیش شما عرض کرده می آید کدام چیزی جنجالی، کدام چیزی این و آن، شما اکنون به این کار بند می شوید، اکنون مانید و بازار را. گفتم من زندگانی را از کجا می کنم؟ نباشه، خانه ما آخر اهل عیال دارم، همین زندگانی دارم، چطور می کنم؟ گفتن ما از بیت المال برای شما مقرر می کنیم که همین زندگانی شما بگذره. کلام ما در ضرورت را فرستاده است. جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم خوت لایموت هم تو بودن که یک جوی همینجا افتاده بود زمین، جو کسیم تو اینا کمتر آدم میکردن و همیره اطالم یک چیزی میکردن تیار کرده میخوردن. انا همین قدر معونتشان کم بود که همین ازواج مطهرات میگوین هفته ها خانه ما با دیگ بار کرده نمیشد، یک چیز پخته نمیشد. این هم تو احوال بود. خرما بود خوردن ما، انا این عرفه جو از جو ساختگی نان بود، انا خلاص نان بود. این او دیگر گپ بود. فهمیدید؟ اونها او ذات برای خدا بودن، برای دنیا نبودن. همین قوت لایموت میکردن و بقدر که زندگانی شود همین به اکتفا میکردن و زیاده هیچ چیزی. اکن از عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها پرسید